هویت شما که نمیتونه مدل ماشینتون باشه که، نمیشه که. هویت شما که نمیتونه مثلا تحصیلاتتون باشه که. هویت شما نمیتونه ربطی به برند ساعتتون داشته باشه که. هویت شما نمیتونه ربط به این داشته باشه که شما الان شغلتون چیه، چقدر پول در میارین، الان خونتون بالای شهره، معاشرت‌های خیلی تاپ لول دارین، سفرهای خارجی آنچنانی دارین، نمیدونم چه غذایی میخورین، کجا سفر. اینا که نمیتونه هویت باشه که. هویت بخش ماهوی وجود است. به همین دلیل عرض کردم به این هویت بیرونی میگیم هویت مجازی. در واقع اگر وضعیت آگاهی فرد به نقطه‌ای برسه که بتونه شاهد مجازی بودن این هویت بشه و به هویت حقیقی خودش نزدیکتر بشه، سوالاتی براش پیش میاد. سوال پیش میاد. به جای اینکه همش دنبال این باشه که مثلا من مدل ماشینمو بهتر کنم یا معاشرت‌های بهتری کنم یا غذای بهتری بخورم یا نمیدونم تفریحات بیشتری داشته باشم یا پول بیشتری جمع کنم، یه سوالات دیگه براش پیش میاد که اصلا ماجرا چیه، من چیم، من کیم، من چرا اینجام، از کجا اومدم، چه جوری اومدم، تا کی هستم، کی میمیرم، چه جوری میمیرم، بعدش کجا میام، اصلا ماجرا چیه. سوالاتی پیش میاد که این سوالات درونیه. اینا برخواسته از اون هویت حقیقیه. وقتی این اتفاق میفته شما میتونین شاهد خود و شاهد هویت مجازی خود حتی باشید. این اون جاییه که شما از هویت مجازیتون کنده شدین، بهش آگاهین، اون هویت سر جاش هست ولی شما وابسته به اون هویت نیستین. شما از اون موضوعات هویت نمیگیرین، شما از آگاهیتون هویت میگیرید. اینجا وضعیت زندگی شما ربطی به این نداره که شما چی دارید، ربط به این داره که شما چی هستید.